سلام. از کوزه همان برون تراود که در اوست. نگویید که زبان بختیاری یکی از شعب زبانهای ایرانی هست. زبان بختیاری ریشه زبانهای فارسی کنونی است. ریشه، نه گویشی از گویش‌های زبان فارسی، بلکه ریشه زبان فارسی است. هر چی که به زبان فارسی میاد ریشش بختیاریه، بدون استثناء. از حروف گرفته تا ضمائر گرفته تا افعال گرفته تا مصادر گرفته، و این زبان که زبان بختیاری است و ریشه فارسی هست، ریشه زبان عربی و ریشه قرآن هم هست. این زبان واقعا ریشه زبان عربی است و آن چیزی که به عربی فصحا معروف است از بختیاری گرفته شده است و افرادی که نحو و صرف عربی را نوشته‌اند یا بختیاری بودند یا عرب‌هایی بودند که با بختیاری ها رابطه داشتند، نه اینکه بختیاری ها یک گوشه ای افتاده بودند و هیچ عربی به اونجا سر نزده و هیچ کس بهش تجاوز نکرده، حتی مغول هم بهش تجاوز نکرده، حتی عرب ها هم دستشون بهشون نرسیده. اینطوری نیست که شما ها میگید، به هیچ وجه اینطوری نیست. از کوزه همان برون تراود که در اوست. شما همونی هستید که هستید، اون هم ازتون بیرون تراویده میشه که تراویده میشه. بیشتر از اون نیستید و زبانشناس نیستید و بلد نیستید زبان را با ترجمه یاد گرفته، در صورتی که زبان بختیاری زبانی است که ریشه زبان فارسی است. میخوام بخونم براتون که زبان بختیاری یک زبان است. خیال نکنید توی او توهماتتون هم نیاد که این توهمات رو نداشته باشید که زبان بختیاری یک لهجه است، یا اینه که یک گویش است و دیگه قدیمیه دیگه. زبان بختیاری دیگه قدیمیه دیگه. آدم‌های یا افراد بی سواد زبانشناس معروف یا معروف شده به عمد ایرانی، اینها زبان خودشون فارسی نیست. زبان خودشون فارسی نیست. 99% اونهایی که لغتنامه‌های فارسی رو نوشتن ترکن و زبان مادریشون ترکیه و زبان فارسی را ریشه‌ای نمی‌شناسند. باید این زبانی که آنهایی که میخواهند که زبانشان ترکی باشد باید کوشش بکنند که زبان خودشان را تدریس بکنند. باید کوشش بکنند، نه اینه که جلو هر لغتنامه‌ای که باز میکنید نوشته است تو پرانتز عربی یا مثلا ترکی یا مثلا یونانی. اینطوری نیست.
اینطوری نیست که شما میگید. زبان بختیاری نه تنها ریشه زبان فارسی و ریشه زبان عربی است، بلکه ریشه اکثر زبانهای موجود در دنیاست، از جمله انگلیسی. بد است، بد بختیاری است. بد که در زبان انگلیسی هم هست، بد است که این را بگویید از شما. البته باید شرم داشته باشید و بیش از شرم. اوره، نه تنها بد بلکه اوردر، اوره، اوور در، اور یعنی اوور، اوره در. و ای دووناهو هم، دوون یعنی داون، اوردر، اووردر هم بیشتر از این هم اینها از لغت بختیاری برای یاد گرفته اند که خودشون رو بیان کنن. حالا این عده به اصطلاح مترجم و به اصطلاح زبانشناس لغت ندون و تاریخ ایران را ندون و تحریک شده، میان میگن که مثلا استانبول استرس بوس بوس بروس بوس. بابا استان یعنی استان، پل هم یعنی پل، بول یعنی پل. شهر که پل توشه استانبول از یونانی نیست. اینی میخوام بگم که بهتون بگم که به هیچ وجه شما نه زبان را میشناسید و نه زبانشناس های باستانی هستید، بلکه مثل همونایی هستید که مثلا فرض کن همینایی که هی میگن گوته، حافظ، گوته. چه ربطی به حافظ، چه ربطی به گوته داره؟ چه ربطی به گوته داره؟ مثل همینان که میگن که فلانی زبانشناس مثلا فلان کشور اومد تو ایران سنگ نوشته های. اگه من که ایرانی هستم و پیش سنگ نوشته ها دارم زندگی میکنم و زبانم زبان بختیاری است، اگه من نتونم این سنگ نوشته ها رو بخونم، چطوری یه شخصی از اوردر میگه که اینه؟ هیچ اینطوری نیست، دروغ محض است. مثل همون دروغ هایی که گفتن که، البته دروغ که نه، ما تو کتابامون هست این چیزها. مولوی میگه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حالا اگه همش رو بخواد جا نیست، یعنی برای این موضوع. بعد یه آدمی از توی اروپا در میاد، میگه فرض کن مثلا داروین میگه که آدم ها میمون بودن. خب این خودش میمون بوده. اگر ما ندونیم که او ابتدای اینه که بشر چگونه به وجود اومده، چطوری شد که ما از نظر فکری و عقل و حالا هرچی به اینجا رسیدیم، لازم نیست که افسانه، ما همون افسانه آدم و حوا برامون بسه. لازم نیست که یه دروغایی رو به زور بچپونین توی مغز علیل یک عده یک کتاب خونده یا یه زبان رو شروع کردن سطحی یاد گرفتن، الفابتشو، منظورم الف باشو یاد گرفتن، بعد بیان مثلا فرض کن به ما بخوان بگن که حالا باید چه کار بکنی. کتاب لغت رو برام میزنی، هی تو پرانتز نوشته است عربی، اصلا فارسی بلد نیست خودش که کتاب رو نوشته. مثلا توی کتاب مثلا حافظ در اومده که مثلا گریوه مثلا نوشته که گریوه یعنی گردنه، یعنی نمیدونم یه چیزی اینطوری کونه چی فلان. گریوه خب یعنی گریوه یعنی گریه، یعنی اشک، گریوانس، انگلیسی گریوانس، شما که بلدید گریوانس یعنی گریوه یعنی غم، غصه، گریوه ماتم، عذاب.
چطوری میایید مینویسید جلوش؟ یعنی از کجا اومده این لغتتون؟ از کجا آوردیدش؟ حافظ شیرازی بوده، بختیاری هم بوده. حافظ شیرازی بوده، بختیاری هم بوده. حالا شما میایید بگید گریوه یعنی این. یا مثلا یه چو گل نقاب برانداخت و مهر زد هو هو از حافظ، میخونیدش هو هو. بعد لغتش هم یادم حالا رفته که چه میکنی هی هی، بعد میخونیدش که چه میکنی هی هی. خب اینا اینطوری نیست. دوش در خیل سواران درش میرفتم، گفت ای عاشق، نمیدونم یادم رفته که باری تو چه کسی؟ آقا این بختیاریه. آقا تو چه کسی؟ برید بپرسید شما که بختیاری ها رو اگه میشناسید کسی رو بپرسید آقا بگو تو چه کسی یعنی چی؟ گفت ای عاشق دلخسته تو باری چه کسی؟ یعنی چه کسی آقا؟ یعنی ز چه طایفه؟ ز چه آلیه؟ آل هم بختیاریه. آل یعنی اولاد، یعنی اولاد مثلا پدر بزرگ مثلا، حالا کار نداریم خیلی زیاد میشه. اینهایی که میگن که آدم های بی ثبات، منظورمه که میگن که مدعیان زبان، میگن که زبان باستانی میانه، زبان باستانی اوستایی، زبان اوستایی میانه، زبان با لغت‌های دهن پرکنه غیر واقعیه که اروپایی‌ها بهشون یاد دادن. بجز از اینه که یه بار حافظ یعنی چندین بار اشاره کرده که باید زبان دری باید بلد باشی، که من اونو بعد توضیح میدم. ولی اینو گفته که بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی. مخصوصا اینو گفته که یعنی همین اینه که زبان بختیاری. حالا من نمیخوام برم توی این موضوع. یا مثلا پهلوی پهلوان، آقا بروید گم بشوید. تنها چیزی که میتونم بگم اینه. ولی همونطور که سوسن خدا بیامرز که نمیدونم کی این شعر رو براش گفته بود که خیال نکن که سنگ زیر پاهات، این یه دل قشنگ زیر پاهات، خیال نکن که سنگ زیر پاهات، دستتان را از سر ما بردارید. به قول سوسن قشنگه، خوشدله، دل قشنگه، دستتون رو از سر ما بردارید. ما همان جایی بودیم که هستیم. سوریه‌ای ها همون جایی بودن که هستن، بیرونشون نکنین از کشورشون. افغانی ها همون جایی بودن که هستن، بیرونشون نکنین، ندوید دنبالشون. مثل همون کاری که بلایی که به سر هندوستان آوردن، بیرونشون نکنید از سر جاشون، که اینها از سیبری اومدن و نمیدونم از شمال اون سر دنیا که معلوم نیست از کجا اومدن. دو شاخه شدن، یه شاخهشون رفتن به فلان جاتون، یه شاخهشون رفتن به اون جاتون. مردم را سرگردان نکنید، بیچارهشان نکنید، بدبختشان نکنید. من به عنوان یه شخصی که همیشه میتونم بگم که بیش از 50 ساله خیلی موضوعات برام بوده، از جمله موضوعات زبان بین عربی و فارسی. و مثلا ما همسایه عرب داشتیم
با عرب ها من سر کارم رابطه داشتم. من میشنیدم که مثلا امشی و روح و از این چیزا. بعد تو بختیاری هم مثلا میدونستم رو، بعد دستفولی هم بلد بودم، مثلا این چیزا هی برام جالب بود که مقایسهشون بکنم و ببینم که از کجا اومدن. شما برای این صحبت هایی که من میکنم کافیه که یه شخص بختیاری که اهل کتاب و علاقمند به زبان بختیاری است بشناسید و بپرسید ازش آقا گریوه یعنی چه؟ بپرسید ازش آقا کس یعنی چه؟ تو چه کسی یعنی چه؟ بپرسید و اونا میتونن خیلی راحت جوابتون رو بدن. حالا من میخوام بگم که در بختیاری من میخوام راجع به کلمه، چون قبلا گفته بودم، راجع به کلمه عینه صحبت کنم. در بختیاری ما مصدر هستن و بودن خیلی داریم. مثلا استن داریم، هستن داریم، بیرن داریم، هرن داریم، هستن داریم. شما میتونید از یه بختیاری با مسن، یعنی سن بالا، که اهل کتاب خوندن هم است و به بختیاری هم علاقمند است بپرسید و براتون توضیح اونا خواهند داد. من میخوام بگم که ما توی بختیاری یک لغت‌هایی داریم که هم توی بختیاری هست هم فارسی. مثلا که خود عجله کردم، ما در بختیاری هدن داریم، منفیش هم میشه نیدن، یعنی ندیدن. هدن یعنی بودن، هستن. ببخشید، شما اگر در زبان فارس زبان باشید، یعنی فارسی کنونی را صحبت بکنید، اگه یکی دم در اتاقتون در بزنه تق تق تق، از توی خونه میگید کیه. البته به فارسی میگید کیه، به بختیاری میگی، اگه بختیاری باشی بگید کیه. کلمه کیه از دو جزء که یعنی کس و یه تشکیل شده است. یه یعنی هست. وقتی میگید که کیه یعنی کی هست. کی هست سوم شخص مفرد ضمائر متصل فارسی است. کیم کیه، بیا کیم کیه یا کی، بعد کیه یا کیه، یعنی که هستم، که هستی، که هست یا کیست. ما که رو بعضی موقع ها وصل میکنیم به کلماتی و هی را حذف میکنیم. مثلا فرض کن کیست، که اینجا میخواستم بگم که یه معنی هست میدهد. بعد کلمه این که در عربی میخواستم راجبش صحبت بکنم، این از بختیاری اومده. حالا توضیح میدم که برای چی. اولندش که یکی یکی حرف عین یعنی کلماتی که نزدیک به عین، انت یعنی کجا هستی عربی است، عین عربی چندین کلمه داریم که بعضی هاشون در بختیاری هست و بعضی ها فقط در بختیاری و عربی هست، نه در بختیاری و فارسی. یک کلمه عین که قبل از قین میاد. عین قین، یعنی ببخشید حرف عینه،
یکی هم که کلمه ضمیر این و آن در فارسی و این و آن یا این یا هو و یو در بختیاری یا ای و او، اینا در بختیاری هم. یکی هم چیزه، مثلا داری با یه چیزی داری با یه وسیله کار میکنی، بعد رفتی یه جا دیگه، بعد فراموش کردی که کجا گذاشتیش، میگی اینکه کوینه، یعنی همون وسیله منظورمه، در بختیاری میگی. یا تو فارسی شاید بشه ترجمه شه اون چیزه کجاست که باش کار میکردم، بعد اینکه کوینه، اینکه کوینه به بختیاری. یاروکن هم ایتاری میگه چیزه که یعنی چیکه به بختیاری، چیزه که به فارسیه، اون چیزه به فارسیه، چیکه به بختیاری. یکی هم عینه در بختیاری هست و در فارسی نیست، که مثلا من میگم، مثلا شما میپرسید که علی کجاست، من میگم این مال، یعنی محل اون جایی که هست، که همون معنی کجایی رو میده. علی کجاست، میگی این مال، یعنی در مال است، این شهر، این هونه بوس، هونه خانه پدرش هست. اون هم استفاده میکنن، اون مثلا مال، اون شهر، یعنی در شهر هست. یه این هم هست که در فارسی هم هست، میگیم این پسر عین پدرش هست، این کرو عین بوس، یعنی این پسر عین پدرش، یعنی مثل پدرشه، برده با بوس، یعنی به پدرش رفته است. یه اینم دیگه هست که بعد تو شاید خیلی بشه، همین عینه هم هست که وقتی در کلمه عربی انده، یعنی انتای به لوری، به بختیاری، نه به لوری، ببخشید، به بختیاری انتای، انده یعنی انتای می آید. یه یعنی هست در واقع. یه اینی هم هست که در بختیاری هست و در فارسی نیست، که ما میگیم اینم، یعنی من هستم. کجایی؟ از تو سوال میکنن، تو جواب میدی که اینه انت، کجایی؟ اینم قبلا هم گفته بودم به هونه، این معنی هستم معنی میده، مثل همون کیه که یه معنی هست میده، این هم معنی هست میده. این یعنی هستم، در جا هست، بودن در جایی رو استفاده میکنن در بختیاری که در عربی رفته است. آدرس به قول یارو اینم من اینه انت امام بیت، امام باب بیتی. شاید حالا خیلی زیاد بشه، ولی این عینه که آدرس و محل و همون به ان هم تبدیل میشه به بختیاری، ان من مال، این من مال، اینم اینطوری صرف میشه که در زمان حال اینطوری میشه. اینم، اینی، این همون اینی که در بختیاریه، یعنی محل رو نشون میده. اینیم، اینین، اینن. همین این هینم یا هین، یعنی یهش مثل فارسی تلفظ نمیشه، هنم تلفظ میشه، یعنی با ه و یه خیلی با تلفظ کم، هنم معنی هستن می آید.
و این همین وقتی که این با ضمایر متصل فاعلی ترکیب بشن، این میشه اینم، یعنی در اون محل هستم مثلا، یا در این محل هستم. اینم سر کار، اینم به صحرا، اینم به در، این چیزی. حالا میخواستم اینم بگم که چون اینها معانی مختلف دارند، یعنی یکی از معانیش در بختیاری مثلا اینم یعنی هستمه، و یکی از معانیش شبیه عینه، یکی از معانیش ضمیر اینه، اینها، و یکی هم معنی عین که چشم معنی میده تو عربی. این باید دو نفر باشن که پیش هم ایستاده باشن و ببینن که یه شخصی اشاره میکنه به یه چیزی، میگه این با اون مختلفه، یا مثلا این وسیله بسیار مفید است. این هم از همینجا رفته توی لغت عربی که با عین می نویسنش. الان من خیلی چیزا دیگه هم بود حقیقتش، ولی فکر کنم خیلی زیاد میشه. حالا خدا حافظ شما تا بعد. خواستم همینو بگم که این از بختیاری گرفته، این یعنی محل و آدرس و جار، اینم این نشون میده. خب خیلی ممنون. بعد دوباره اگه فرصت شد و توانستم دوباره صحبت میکنم.